بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال کننده میپرسد که حکمی گفتن صدق الله العظیم پس از هر خواندن قرآن کریم، پس از هر بار خواندن قرآن کریم چیست؟ بسم الله. پیش از جواب گردانیدن به این سوال میخواهم چیزی را بیان کنم که تمام اهل علم بر آن اتفاقی نظر دارند. قبولیت هر عبادت با دو شرط اساسی فرا میگیرد. هر عبادت با دو شرط اساسی در نزد الله سبحانه و تعالی قبول میشه. اولا اخلاص از برای الله سبحانه و تعالی، یعنی انسان با عبادتش تنها رضای الله سبحانه و تعالی و آخرت را بخواهد، نه مردم، نه مال، نه مقام و نه تعریف مردم. قصد او تنها رضای الله سبحانه و تعالی و آخرت باشد. اگر این شرط از بین رفت، عبادت بنده حبط و نابود میگردد. اما شرط دوم پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم است. یعنی آن عبادتی که تو ای بنده با اخلاص انجام دادی، باید آن عبادت مطابق شریعت پیامبر الله صلی الله علیه و سلم، مطابق سنت او صلی الله علیه و سلم باشد، مطابق راه و روش او، رفتار و گفتار و کردار او باشد. و در بین شرط اول الله سبحانه و تعالی میفرماید که و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. به آنها فرمان داده نشد مگر اینکه الله سبحانه و تعالی را با اخلاص و عملها را از برای او سبحانه و تعالی قرار بدهند. الله را با اخلاص عبادت نمایند و عملها را از برای او سبحانه و تعالی قبول بگردانند. و میفرماید الله سبحانه و تعالی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. هر کسی که امیدی واخوری دیدار الله سبحانه و تعالی را در روز آخرت دارد، پس عمل صالح و شایسته انجام بدهد و بر الله کسی چیزی را شریک قرار ندهد در این عملش. و در بین شرط دوم الله سبحانه و تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله و یغفر لكم ذنوبكم. بگو ای پیامبر، اگر شما واقعا الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنید، پس از من پیامبر پیروی نمایید. اگر از من پیامبر پیروی کردین، الله شما را دوست می‌دارد و گناهان شما را می‌آمرزد. و رسول الله صلی الله علیه و فرمود که انما الاعمال بالنیات، تنها عملها تنها با نیت‌ها وابستگی دارد. و همچنین رسول الله صلی الله علیه و فرمود که من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کس هر عمل را انجام بدهد که بر اساس امر ما نیست، پس آن رد شده است، مردود است. و همچنین فرمود که من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. هر کس در دین ما چیزی را پیدا کرد که آن بر اساس گفته و کرده ما نیست، پس مردود است. پس این آیات ها و احادیث نشان می‌دهد که هر عملی که انسان با آن به الله نزدیک می شود باید با اخلاص باشد، تنها از برای او سبحانه و تعالی انجام داده شود. دوم این عملی که با اخلاص انجام داده میشد مطابق موافق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، موافق رفتار و گفتار و کردار او باشد. پس مطابقت با شریعت تنها وقت حاصل می شود که عبادت موافق باشد به سببش، به نوعش، به مقدارش، به صفت اجرایش، به زمانش و مکانش. پس اگر کسی که عبادت را با سبب وابسته کند که شریعت آن را سبب قرار نداده است، آن عبادت قبول نمی شود، پذیرفته نمی گردد و آن بدعت حسابیده می شود. و رسول الله گفتند که کل بدعت ضلاله، هر بدعت گمراهی است، و کل ضلاله فی النار، و هر گمراهی در آتش است. پس بر اساس این قاعده های قرآنی و بیان احادیث رسول صلی الله علیه و سلم میگوییم که این گفتن کلمه صدق الله العظیم پس از انجام قرائت شکی نیست که این از ستایش الله سبحانه و تعالی است، چون الله سبحانه و تعالی این راستگوترین راستگویان است. صدق الله العظیم، راست گفت آن پروردگار بزرگوار. پس کیست راستگوتر از الله سبحانه و تعالی دیده؟ پس ستایش الله سبحانه و تعالی این عبادت است. اما این عبادت تنها وقت جایز میگردد که شریعت آن را مشروع یعنی جایز گردانده باشد. پس می بینگریم، نظر نماییم آیا شریعت انجام قرائت قرآن را سبب قرار داده است که انسان بگوید در آخر وی صدق الله العظیم؟ جواب نه. زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمودند که قرائت قرآن را تلاوت نما. وقتی که به این آیه کریمه رسید فکیف اذا جئنا من كل امه بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. و این هنگامی که رسید پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن بس است. ابن مسعود رضی الله عنه صدق الله العظیم نگفت و پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز او را با این کلمات با صدق الله العظیم گفتن امر نکرد. همچنین زید ابن ثابت رضی
الله عنه سوره نجم رو نزد پیامبر صلی الله علیه و تا آخر خواند و این کلمات رو نگفت و رسول الله هم بر او امر نکرد و تمام صحابه چی در نماز چی در غیر نماز از مدت بیشتر تلاوت قرآن میکردند، از مدت بیشتر بر این قرآن پایبند بودند که در این شک و تردید نیست، ولی که چیزی از آنها ثابت نشده است که آنها صدق الله العظیم بگویند. پس این نشان میدهد که گفتن این جمله بعد قرائت قرآن مشروع و جایز نیست. پس اگر جایز میبود حتما که الله برای ما تعلیم میداد، چون هیچ خیری نمانده است مگر اینکه الله برای ما آن را رسانده است و رسول الله برای ما آن را بیان کرده است و هیچ شر هم ماندگی نیست مگر اینکه رسول الله برای ما آن را بیان کرد. پس اگر مشروع نباشد بهتر این است که آن را به طور عبادتی وابسته با انجام قرائت قرار ندهیم. هنگام هر قرائت کردن اگر کسی بگوید که آیا الله نگفته است قل صدق الله، بگو الله راست گفت، میگوییم بله الله چنین فرمان داده است و ما میگوییم الله راست گفت، صدق الله، الله راست گفت و بر آن اعتقاد جازم و کامل داریم. اما الله نگفته است که هنگام انجام قرائت قرآن صدق الله العظیم بگو. میگه رسول الله این را تعلیم ندادن بر صحابگان کرام یا صحابگان کرام بر تابعین این را تعلیم ندادن. پس ما حق نداریم عبادت رو با سبب وابسته کنیم که شریعت آن را سبب قرار نداده است. هر چیزی که در زمان پیامبر شریعت و دین بود در این زمان شریعت و دین است تا روز قیامت باقی ماند شریعت و دین، و هر چیزی که در زمان آنها شریعت و دین نبود در این زمان آن هم شریعت و دین شدن نمیتواند، تا روز آخرت هم شریعت بودن نمیتواند. زیرا پیروی حقیقی تنها وقت عملی می شود که عبادت موافق شریعت باشد، در سببش، در نوعش، در مقدارش، در صفتش، در زمانش، در مکانش. بنابراین بر قاری خواننده شایسته نیست که پس از انجام قرائت بگوید هر وقت صدق الله العظیم، صدق الله العظیم. التوفیق از جانب الله سبحانه و تعالی است.